سلام دوستان، امروز اومدیم برای تنظیمات خود سیستم برای پابجی موبایل و کلا گیم رو که یکم به FPS تون بهتر میشه، میتونید با FPS بالاتری بازی کنید. اولین تنظیماتی که داریم گیم مود ستینگه. سرچ میکنید گیم مود ستینگ، باز که شد این گیم مود ستینگ رو حتما روشن میکنید که یکم سیستم میره تو حالت گیمینگ و FPS تون بهتر میشه. گرافیک ستینگ گیم لوپ رو اد میکنید. الان بهتون میگم چجوری. اینا رو من چون مال قبلا ریموو کنم، مال گیم لوپ قبلیه. اینجا شما میزنید رو حالت دسکتاپ اپ، بروزر میزنید و مسیری که باید برید مسیریه که گیم لوپ توی اونجا ذخیره شده. حالا چجوری بفهمیم کجاست؟ یه لحظه. من اینجا ببینید میاد توی گیم لوپ کلیک راست، اوپن فایل لوکیشن و میبینید توی لوکال ای درایو ای پروگرام فایل tx game اپ مارکت و خب میام توی همون گیم مود ستینگی که رفتیم بروز درایو دی پروگرام فایل tx game اپ مارکت و اپ مارکت این خود گیم لوپ اصلیتونه، ولی شما هر 4 تا گیم لوپ رو باید اد کنید که البته اینجا گیم لوپ های اصلیتون نیست. گیم لوپ های اصلی الان بهتون میگم. میایین اینجا تمپ ببخشید موبایل شیر اومد پروگرام فایل txt اپ مارکت. شما اینجا این اصلیه، شما به اصلیه هیچ کاری نداریم. ما برمیگردیم یکی تو پوشه قبلی یعنی tx game UI و اینجا میبینید که اندروید الیمیتور en اندروید الیمیتور x و اندروید رندر. این 4 تا گیم رو شما باید اد کنید و توضیحات بقیه رو الان بهتون میگم. یه چند لحظه صبر کنید تا من اد کنم. پس برمیگردیم توی UI اندروید الیمیتور و اندروید الیمیتور en، همینطور اندروید الیمیتور x و همینطور اندروید رندر. اینجا وقتی شما روشون کلیک کنید یه گزینه ریموو داره که کاری با اون نداریم. یکی آپشن ها میزنید و اینو میذارید روی های پرفورمنس. برای همشون همین کار رو به ترتیب انجام میدین که اینجا یکم FPS بهتر میشه و کارهای دیگه هم توی سیستم فعلا روشی نیومده تا الان. اگر روشی دیگه ای اومد براتون میذارم.